بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شيخ الإسلام المسمى بالأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله شیخ الاسلام به نام سه اصل، از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. ما در درسای گذشته چخیل یعنی که مردم میمیرند و الله سبحانه و تعالی ویها را زنده می کند و پاداش می دهد برای ویها، و منکری قیامت یا که منکر شونده روز قیامت الله سبحانه و تعالی کافرش می گوید کسی که زنده شدن بعد این مردن باور نکند. اینها را با دلیلش گذاشتیم. امروز درس ما آغاز می بود آنجا که شیخ الاسلام می فرماید و ارسل الله جمیع الرسل مبشرین و منذرین والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله همه پیغمبرها را همچون مژده دهنده و بیم دهنده فرستانید، یعنی مژده دهنده خبر خوش دهنده برای کسانی که اهل طاعتند و بیم کناننده از دوزخ برای کسانی که اهل معصیت و اهل کفر و اهل نفاقند. و دلیل سخن او تعالی است، چخیلی که الله تعالی می فرماید رسولا مبشرین و منذرین، یعنی پیغمبران مژده دهنده و بیم دهنده فرستانیدیم. برای چی؟ تا از آن پس، یعنی بعد از فرستانیدن این پیغمبرها مردم را به الله حجت نباشد. اگر مردم در پیش الله حجت ندارند گویند که پروردگار ما ندونستیم این کار ثواب بوده است، ما ندونستیم که این کار معصیت و گناه است. برای خاطر همین امروز الحمدلله وسیله های علم آموختن و حقیقت جستجو کردن خیلی هم بسیار شدگی است. فهمیدید هیچ سال نیست که از تاجیکستان اشخاصی بسیار به طرف زیارت خانه الله نروند. همه اینها رفته حقیقت دیده ایستادیند ولی قبول نکردنشون این باری خودشان است، گناه خودشان است. امروز از گردن بسیار مردم، از عهده بسیار مردم جهل و نادانی نمیدانم برداشته شدگی است. فهمیدید؟ واجب است که هر یک کس کوشش و تلاش کند در پیش الله پگه یگان کس خواه حنفی باشد و خواه کسی که نباشد نمیتوند گفتن که من ندونستم که به حدیث های بخاری عمل کردن در کار بوده است. نمیتونن گفتن برای خاطر آنکه جهل برداشته شدگی است. به سمع اینها رساندن، گفتن، دعوت شو کردن، ولی از طرف اینا فقط اهل حق، اهل توحید چی شنیدی شده است؟ طعنه بازی و لقب های بی‌معنی موندن و فرقه و دسته و غیبت و بهتان دیگه چیزی نیست. بله. و اولهم نوح علیه السلام و آخرهم محمد صلی الله علیه و سلم. اولین پیغمبران نوح است علیه السلام و آخرین پیغمبرها محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. صحبت درباره اساسا همون رسول می رود. اگر سوال کنید که از نوح پیغمبر آدم بود، آدم همچون نبی پیغمبر بود اما رسول نبود. صحبت درباره رسول ها میره. رسول کسی رو میگن که کتاب دارد، قانون دارد، قانون مستقل دارد، فهمیدید؟ شریعت دارد. و دلیل على ان اولهم نوح علیه السلام قوله تعالی ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. و دلیل بر اینکه نوح علیه السلام اولین رسولان است سخنی او تعالی می فرماید که ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. ما به تو وحی کردیم همچنان که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. همین دلیل شده است که پیغمبر ما که رسول است میفرماد که چه خیلی که برای تو وحی کردیم
برای یعنی که پیش از تو یعنی که به نوح هم وحی کردیم، یا که ما با نوح وحی فرستاندیم و پیغمبرانی که بین نوح و بین تو بودن. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و هر امتی که الله سبحانه و تعالی به سوی آن از نوح تا محمد صلی الله علیه و سلم و رسول را میفرستانید، او ایشان را، یعنی پیغمبر مردم به عبادت الله یکتا امر کرده و ایشان را از عبادت طاغوت باز می داشت. یعنی وظیفه‌شان همین بود. وظیفه پیغمبران دعوت به چی؟ به طاعت الله. مراد از طاعت الله به توحید بود و مراد از اونها را از طاعت طاغوت یا که از عبادت طاغوت باز داشتن، یعنی از شرک نگه داشتن بود. فهمیدید؟ دلیل سخن او تعالی است که خواندیم، می‌فرماید: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به میان هر ملت پیغمبر مبعوث کردیم، برای هر یک قوم ملت چیکار کردیم؟ پیغمبر فرستانیدیم. مراد از فرستانیدن چی بود؟ الله را عبادت کنید و از بت و از طاغوت دور جویید، یعنی دعوت به توحید و چیکار کردن؟ بیم کنانیدن و بازداشتن، منع کردن مردم از شرک بود. برای خاطر همین دعوت ما و شما نیز باید که از همین عبارت باشد. فهمیدید؟ نه یگون چیزی دیگه. چیزای دویم درجه، مثلا دویم درجه چی میتونیم گفتن؟ یعنی هر یک چیز مورد دارد. مثلا یک مردم در میان یک مردمی میافته که مردم مثال گیریم چی؟ از توحید اندک با خبر هستن ولی از دیگه سنت و دیگه رکنهای اسلام بی خبرن. از توحید اندک صحبت میکنید و یارو با در دیگه مسئله های فرض و واجب و سنت چیکار میکنه؟ امر معروف و نهی منکر میکنه. خلاصه تمامی اختصارا گیریم تمامی کمبودی نقصانی که در بین مسلمان های امروزی ما دیده میشود، این کمبودی این نقصان همش از جهتی بیخبری از توحید و بیخبری بیسوادی نسبتی شرک. فهمیده؟ خیلی که مثال گیریم یک کس اگر گویان که ما توحید میدونیم، بعد در برابر دونستنشون معلوم شده است که شکننده های توحید نمیدونن. اگر اینها شکننده های توحید ندانند، گویان که ما توحید میدونیم و یا توحید دانستگی نیستن. فهمیده؟ این با مثالی اون که یک کس میگه که من طهارت کردن میتونم چه خیلی طهارت کردن، من میگه خیر دانه و شکننده هاشه برای من میگه که من نمیدونم با شکننده داره طهارت. معلوم میشه که باید طهارت یاد گرفتگی نیستن. هر یک چیز به عکسش خوب و درست و پره اعلی یاد گرفته می شود. عکسی طهارت بی‌طهارتی باشد، بی‌طهارتی هم دونستن در کار. خب عکسی مثال گیریم توحید شرک باشد، شرک هم دونستن در کار است. بنابراین بسیاری مردم هستند که در شرک چنان می افتند، چنان در شرک غوطه زدگی هستند که خیالشون که ما اهل توحیدیم، ولی به این دعوای پوچه و دعوای خالی کس اهل توحید شده نمیتواند. از الله سبحانه و تعالی مسئله دارم که ما و شما را از اهل توحید گرداند و شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای هر کدام از ما و شما نصیب دار گردانده باشه. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.